خیلی خوش آمدی. عمه الیزابت زود بود رفتی عمه. خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی عمه. ندارم دیگه. پریز داشتیم تلفنی صحبت دیگه. گفت مسعود اصلا بهش اعلام شده بود به قرآن، افتاده بود توی محرم، توی این نظیر دادن این بر توی این هیئتون به همه ایتام کمک میشن. همین معتاز و آشوراییه به خدا قسم اصلا نگم برات. اومده بود داشت قیمه میداد نمیدونم به اون هیئت به این هیئت به ایتام به همه دست خیرش میرسید. به خدا خواب دیده بود میگفتش که مسعود من نمیدونم اومد بهم الهام شده که من دارم میرم اون و گفت همه نگوی حرفا، همه نگوی حرفا. نه گفت رفتیم. نهیدم تا حالا پشت سر کسی غیبت بود. وای 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 ببین چه شب جمعه فوت کرد، هفتش میشه 40. خدایا چه سعادتی. و تمام مهمانان عزیز نهار زرش بالا با ما توی کاخ باکینگهام گذاشتن، بریم اونجا بخوریم نوشابه و پیاز و وسیله عیال و زفاف هم دم در هستش. خیلی ممنون.